از اون خیلی دردی گنه استخدام تاسیز استخدام بینی ای کاری بو من ایدالی تو ایچی ایچ استده ایدالی چی تو من چی اون دور من بعد باقی یا چی من ثبات چی دست ایش کنم در ایش زیری قلب شیری و دردی من نپیتی دام دور من گم تدام ثبات من چی دی دستم دردی کوبرا من وقت ایدالی کوبرا لكن أنا خايف تتراكني لا لكن أنا يستراكني لا لكن أنا يستراكني أنا ما يتخرب سلام ای بانوما نمیدونی چه پیچرانه نیره نمیدونی چه پیچرانه أمين تبي استجاي ما يعني أنا تايم چه خبره يا سايك دوام كاتشي ينالام بيرف ساشش كنا داش مش كنا هني كاجيش دوام وما يقول يالله يا بيرف مش دوام هاتكون يا دار تقيا ما نزيتي كن أنا بيرف زي داشش كو خودی خواه دلیلیکو یعنی تو خالی که تو کولو مایت یعنی تو کولو مایت دلیلیکو نه خودی خراب دلیلیکو تباتون چه من شکایت کنم اجا ما چرای تو این خانم نه ها خیلی چرا نه دامه خمی دامه الان هم دیوم نه میلیش کنم اینا خاطر اینه چه دویدو نه برای که تو این نبود تا دور خواه بوی این ما دور بریم هنستش نه هن داشتی دیدم orada وای میرم از دادم هیچ میرم تا من خواهر شکاتی دوار شکاتی خواهر منونه شما خبر شکایت کنی منونه شما شکایت بردن ليش مادر ما بابا انت عندك وقت برا شكاية كنو سيكون هذا خلاص نخو هذا سيكون ستون نیره وقتی چرا اصلا نمیدی خودی کنی نامرای تو خود هیچی باید کش کنی وقتی چرا نیوری بی با ما تو بره شکایت کنو سر موقع چرا تنری یعنی با بره در همه سای دوره در آمره چیری خیار سر بره چرا ندار میشه روایتی نیوری چرا داره ما قرار داد بس مثلا قرار داد اینه میشناسه چه قرار داد نه صدای ما صدای قرار و ما ما رو سر نبخسیم چه دیگه دیگه ما تو نداریم یکی بامرا بسیم یه بامرا بسیم خوچه تقصیری من تلش کنیم مرا نیگه ای تو ما چی چه باشه برا داد بسیم ایمان انداغت بیروی رندی دور ماما برازیل برازیل هیچی نگفتمه یه شکایت کنم پیری سکون نامرد اصلا نیست مادر ما قرار دار بار مراد بس تو اصلا نتونشناسم ریب سرش کنیم دست به هم که اصلا سیکون قرارداد بای مراد بستی بگو خود قرارداد بای مراد بستی اصلا تو نمیشناسم قرارداد بای مراد سیکون قرارداد من بای مراد بستی خودی کنم من نگوی مراد با چی قرار داد الان موقعی که با چرایی در خونه نبینی سیکون
شراط بره شراط بره رزیل رزیل شراط بره خود چرا جانی نمید جانی خرابان نبست عزیز برازیل بیچاره گفتم توی چردی عزیز برازیل آقایم برا تو با پلیس تماس بگیری لطفا جلوی کنی باشه الان تماس بگیرم تماس تماس بگیری بگیر صبر کن تا من الان تماس بگیرم من سلام صبر اومد اینو بسونم چرا نگاه بسونم کن چه بلا رو بردی با چرا این اوتو نصف کرایه دیگه من زنگ زدم پلیس سلام آقای پلیس سلام بفرمایید. اینجا رو در روستای آجیابای دعوای شده یه آقای اومده خانواده مزاحم یه خانواده شده زودتر خودتو برسون خواهش میکنم زودتر بیا پاسگاه می نزدیکه پاسگاه نزدیکه بیا پلیس اومد آقای پلیس لطفاً خدا برسون بیا اینجا دعوا شده چی شده؟ چی شده؟ خانم چی شده؟ آقا سلام کن ببین چی شده؟ خانم چی شده؟ بله چی شده؟ چی شده؟ آقا بشین چی شده؟ چی شده؟ نه آقا گزارش بده خانم چی شده؟ چی شده؟ برای چی؟ برای چی؟ خانم دعوا نکن خانم آقا چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ آقا شده آقا بگو چی شده؟ تا جریان الان یه صورت درسته می‌نویسم الان یه صورت درسته می‌نویسم جریان آقای بله پلیس جونم. کن اینو نبینی بله. اومد داخل این خونه ما بله. ایشون موقع چرا ایگون با چرا نبره من هیچ نصفش مونده نصف دیگه شگیم بره الان صبر دوبارش عمر زنی نه نه دوبارش چنتی بود چنتی بود دخترش بود چرشی بود بله، بله. عمر زنی و گل بله. خبرش خانم دعوا نکن آقا دعوا نکن دعوا نکن دعوا نکن فیش دارم دعوا نکنید دعوا نکنید بشین صورت درسته کنم صورت درسته بله بله صورت درسته آقا من فیلم شو دارم سب کن صورت لطفاً درسته قایم پراتو گوشی دبیر صورت درسته صورت آقای پلیس صورت درسته آقای پلیس آقا باشو گرازش بله، بگو. باشو تو بفرمایید جلسه بود که ما اینو میشفادیم این هونه نه خانم برای چی چرا داری آقای پلیس آقا پس است که دور شما نزنید برای چی آقای پلیس آقای پلیس این دستش آه خیلی زنی و یه صاحب یا صورت درسته بنویسم براتون برای چی میخواید صورت جلسه برای ببین من صورت درسته می‌نویسم براتون خانم دیگه دعوا نکن صورت درسته می‌نویسم براتون یه بار دیگه دختر بنده نگاه کن صورت درسته می‌نویسم براتون بله صورت درسته می‌نویسم حاج خانم حاج خانم ببین صورت درسته می‌نویسم براتون صورت سیخ بله صورت جلسه برای چی دختر مردم زدی نزنید خدا درو کرد تازه که ننه بله خانم دعوا نکنید خانم دعوا نکنید من الان صورت درسته الان صورت درسته می‌کنم یه دقیقه صبر نه بیام یه دقیقه صورت درسته میکنم بشین آقا چطور صورت درسته میکنم شما باشین داداش شما چیه؟ یه نبینی اومده داخل خونه ما بله. صورت جلسه چی میکنی چون که نگاه کن دست زخمه اون همه من اداره شما درسته ببین آقای پلیس هر چه اداره با حتما بزنیش آقای پلیس بله بله آقا بیا من برات توضیح میدم بله. فیلم شو دارم این خری ما کیلو ببین آقای محترم ببین صورت درسته میکنم ببین فاطمه اینا اینا
خانم اینا بنداز اینو بنداز ولش کن خب چرا دای؟ ولش کن اطاعت چی میکنید شما؟ بگو در چی تو من یه صورت ببین دلسه ایگو من ایهونه ما با بله. بدن این با چیه خب چقدر یه بذار چقدر یه الان نصف دیش مونده خب بطلا بهش نمیدی از خانم تو الان چی نداری با بدنیش یه صورت دلسه دیگه مادره من دعوا کرد تو سه صحبت کنم سب سعی صحبت خانم کنم سب کن یه دقیقه جالوتا بنداز یه دقیقه جالوتا بنداز بله چیه بگو برای بله. در روز ندام بله. در روز اومام تشو بله. بلا بی کرا نداری درست. یه خوب در دانش مادر ندارم صورت دلسه چه ده؟ الان چه ده؟ سب کن آقا اینو آقا اینو سب نصفش هم نیم داره صحبت میکنه آقای بسید خانم دعوا نکنید باشه یه صورت جلسه می‌نویسن براتون آقا ببین هم یه صورت جلسه می‌نویسن برای شما هم یه صورت جلسه می‌نویسن برای اینا میدونم خانم شما دختری نزدین نگاه کن دختر مردم چی گفت؟ گفت ما دختر شد زدیم این چشه این شعار خورده زمین شاید یک کاری شده چرا میسازی کردن این مادرشه خب میگه خود ببین آقای پلیس من فیلمشو دارم گروه میخوره چه داری؟ چرا داری؟ فیلمشو دارم که مادر بزرگتون زدیش حاج خانم درست صحبت یه دقیقه من آقا بنداز ولش خانم دارو بنداز خانم دارو بنداز آب ره بدن دارو بنداز آقای یه صورت یه دو دسته دلسه با هر کسی که بسه واد پیش بری صورت دلسه میکنم براتون میدم صورت دلسه میکنم خانم نه شما کتک میخورین نه شما ازادانی بهتون نمیده بگو دستور چیز زمان بفرما خب بگو این خانم اومده در روز فرصت هم بله رفتم یه جای سرکار بله. وسیله خردنی هم نروشیم نصفش دام و وسیله آوردم آم گذاشتم توی یخچال که درسته. خب مادرم بخریم نصفش بله. دامش بله برد شده بله. قبول ندارم اینه نه خب این نصفیه. نصفه. بعد خب، اومم آقا رفتم صبر کن. نصف خب. دش فرداش رفتم سرکار نصف دش آوردم دام خب. اومم با مادرم که تکاری چه خب بله. اونم پله انداخت پای مادر یه سردار. زیری از دست آقا پلیس بله کوپیل آقای کامیده عزیز صبر کن صبر یه نه، صورت آقای. دلسه. ببین یه صورت دلسه کنم برات خانم از خانم بشین تا یه صورت دلسه کنم برات آقا بشین تا یه صورت دلسه کنم برات بشین یه صورت دلسه کنم برات خانم بشین خانم بشین یه صورت دلسه آقا من با برم سروز من با برم کار دارم ببین خانم سروز دیگه بله من میام ایزا خب. اگر پول پرداخت کردن میدم میمونی ولی اگر پرداخت نکردن میتونم شو بیرون بله، زنگ به خودت میزنم تا دست بیازم شما در نکن آقا دست شما همه در سو تشریف روشن کن دست شما در تا خواهد سروز دیگه دیگه سه روز دیگه صبر بیا این پولاتون هم پیش خودت برو کاملش میکنی بله هر کاری میخواد شما هر سه روز آقا شما سه روز تشریف مولد بیارید داره. من خودم دیگه باش صحبت میکنم شما تشریف بیارید من دیگه خودم باش صحبت تا میکنم سه از روز- کنم دست شما در نکنه مرسی از شما بیا برو. نه بیا بریم دست شما در نکنه تا سه رو نیلم میام ولی اگر پیل نه. سه کن با بله، پیل بله. یه هیچی حالیش نیست تا سه روز یک پیل سه خانم، کن شما پرداخت برید داخل نکردیم ایام همه چی خانم شما برید داخل خودتون علیه دارم